مسئولان در تربیت بدنی جوزجان هدف از راهاندازی این مسابقات را شناسایی چهره‌های بهتر و آماده‌سازی آنها به تیم ملی عنوان نموده و کورشکارانی که در این مسابقات مقام نخست را از آن خود نمایند به نمایندگی از ولایت جوزجان به تیم ملی معرفی می‌گردند. البته امروز قرار است مسابقات منتخبی بزرگسالان ولایت جوزجان است. در این مسابقه ولسوالی دگانه ولایت جوزجان قرار است اشتراک کنند. امروز ما مسابقات منتخبه بزرگسالان خود بین 6 وزن برگزار کردیم. تقریبا 90 جور ورزشکار در مسابقات ما از ولسوالی دگانه ولایت جوزجان و شهر مرکز اینجا حاضر شدند. در همین حال شماری از کورشکاران که در این مسابقه اشتراک داشتند راهاندازی چنین مسابقات را در راستای حمایت، تشویق و آماده‌سازی کورشکاران مؤثر دانسته و بر تداوم چنین مسابقات در آینده‌ها نیز تاکید می‌نمایند. تقریبا 2 سال است که در پهلوانی تمرین می‌کنم. در این مسابقه به خاطر اشتراک نمودم که مقام اول را از آن خود نمایم. امروز در استادیوم ورزشی مسابقه داشتیم. در وزن 60 کیلویی مسابقه خود حریف اول خود را شکست دادم. گفتنی است که در این مسابقات پهلوانان کلب صداقت از شهر شبرغان با دریافت 2 مدال طلا و 2 نقره مقام نخست، کلب مخدوم قلی فراغی با دریافت 1 مدال طلا و 1 نقره مقام دوم و کلب تیموریان شهر شبرغان با دریافت 1 مدال طلا و 2 برنز مقام سوم را از آن خود نمودند و به تعداد 5 تن از داوران این مسابقه دیپلم درجه C نایل گردیدند.